الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 26 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه به شما بیان میکنیم که توحید، این خود این کلمه توحید یا که ریشه اش یا که مرادفهایش در قرآن عظیم الشأن ذکر شده است و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کلمه التوحید بیان شده است و این چنین در سلف این امت بود. کلمه التوحید این کلمه نو پیدا شده نیست. بعضی از اهل بدعت و گمراه شدگان، بخصوص صوفی ها یا که بگویم اشعری و ماتوریدی هم میگویند که کلمه التوحید کلمه است که در نصوص قرآن و سنت وارد نشده است. برای همین اونها علم عقیده را علم توحید یا که آموزش توحید نمیگویند، بلکه علم غیبیات، علم غیب، آموزش علم غیب همچنین سخن میکنند، اما از کلمه توحید هراس دارند، میهراسند. صوفی ها که تمام دینداریشان مخالف توحید است، یا که اشعری و ماتریدی یا که رافضه یا که دیگر فرقه های باطل که زندگیش و دینش که 100% مخالف توحید است، اونها میخواهند آهسته کلمه توحید را بیرون کنند و استفاده نبرند و به مردم پهن نکنند، برای آنکه میدونند که وقتی که کلمه توحید در بین مردم منتشر شد، فهما شد و مردم عامه، مردم مسلمان کلمه توحید را درست فهمیدند و درک کردند و منتشر ساختند، البته این قبر پرستان و این غلو کردگان و اولیاء پرستان و مزار پرستان خود به خود شکست میخورند. از همین جهت میترسند و از همین جهت هجوم به توحید میکنند و کلمه توحید را میخواهند که بیرون کنند، پیشش رو بگیرند. اما بدانید که کلمه توحید، التوحید، کلمه است که الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر نموده است. ریشه اش رو، هم معنایش رو، کلمه های مرادفش رو که ما به شما بیان نمودیم و این چنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آشکار کلمه التوحید رو بیان نمودند. در حدیث سه اومده است که بیان میکنیم و این چنین از سلف این امت این ذکر شده است. پس بدانید که امام و علامه و شیخ الاسلام اهل سنت والجماعه ابن القیم الجوزی رحمه الله، شاگرد ابن تیمیه رحمه الله، یک سخنی به نهایت زیبای را ذکر میکنند. میگویند قرآن از اولش تا آخرش این بیان کننده ای توحید است. قرآن یا آشکار به سوی توحید دعوت میکند، یا میگوید که هر کسی که موحد شده است برای اون زندگی زیبا در این دنیا و در آخرت است. یعنی مکافات اهل توحید را بیان میکند، دعوت به سوی توحید میکند و بعد از این مکافات اهل توحید را در این دنیا پاک و زیبا و در آخرت جنت را ذکر میکند. هر آیتی که بیان جنت است، هر آیتی که جنت را صفت میکند، دانید که این مکافات اهل توحید است، بیان مکافات اهل توحید است. همین هم به توحید علاقه دارد، برای اون که به جنت فقط موحدین میروند، مشرک به جنت نمیرود. سبحان الله.
یا که قرآن بیان میکند حلال و حرام را، احکام را، که این هم به موحدین تعلق دارد، یا که قرآن بیان میکند قصه های گذشتگان از مؤمنین و صالحین و موحدین را که ببینید، میگد عبرت گیرید از این موحدین، بمانند ابراهیم علیه السلام، بمانند نوح علیه السلام و بمانند موسی و عیسی و دیگر از پیامبران، اذیت اونها، مشقت اونها، دعوت اونها، لیکن سرانجام خوشبختی اونها و مکافات اونها. ببینید قرآن دعوت به سوی توحید میکند، یا بیان مکافات اهل توحید میکند، یا که سبحان الله مکانی که اهل توحید میروند جنت از صفتهای اون رو بیان میکند، یا که قصه های اهل توحید را که گذشته اند به شما بیان میکند. و پنجم اینچنین احکام حلال و حرام را برای موحدین بیان میکند که پایبند باشید. این 5 چیز فقط به موحدین است. و از یک طرف دیگر نظر بکنید، باقی مانده قرآن ما و شما و تمام انسان ها را از شرک باز می‌دارد. شرک را حرام اعلان میکند، شرک را نبخشیدنی اعلان میکند. ببینید اولا من میکند از شرک، دوما مکان مشرکین، جزای مشرکین، عاقبت مشرکین را بیان میکند که این جهنم است، بخشیده نشدنی است، ابدالابد در جهنم باقی ماندنی است. یا که قصه های مشرکینی که از ما پیش گذشته اند به ما بیان میکند، به مانندی قصه مشرکین قریش از ابو جهل و ابو لهب و خیلی که سوره تبت یدا ابی لهب و تب است. این قصه دلالت میکرد که این ببینید مشرک چی است، چگونه مریض است و چگونه الله به بالایش سبحان الله قدرتش رو نشان میدهد. و دیگر از قصه های دشمنان الله سبحانه و تعالی را به مانند فرعون و قارون و دیگر دشمنان الله را بیان میکند که همه اش عاقبتش شرمندگی است. اول ببینید از شرک باز می‌دارد، بعد عاقبت مشرکین را بیان میکند که این جهنم رفتنی است و قصه های مشرکین را بیان میکند و ما را بر حذر می‌دارد. پس این قرآن از اول تا آخرش برادران و خواهران بزرگوارم بیان کننده توحید است، بیان کننده توحید است و منع کننده از شرک است. از همین جهت وقتی که ما به سوره های قرآن نظر میکنیم از نظر توحید نظر باید بکنیم، از نظر توحید باید نظر بکنیم که این اساس است. سوره اخلاص، این سوره ای که هر یک فرد مسلمان میداند، از یاد است. سبحان الله، الله چقدر این سوره را کوچک، بزرگ، بین نهایت پرمعنا و آسان تلاوتش را آسان برای مسلمان ها قرار داده است. همین سوره اخلاص از اول تا آخرش توحید است. سوره نامش هم ببینید اخلاص است. اخلاص یعنی به معنای توحید، هم معنای توحید. اخلاص هم چی دارد؟ مرادفی هم معنای کلمه توحید است. و البته از حدیث صحیح آمده است که امام ابو داود صحیح میکنند و علما صحیح کردند به مانند البانی و غیره. جابر رضی الله عنه در مسئله سوره اخلاص میگوید که رضی الله عنه حين قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم خلف المقام وقرأ فيهما بالتوحيد، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که حج کردند و در پشت مقام ابراهیم نماز خواندند سوره توحید را تلاوت کردند. در هر دو رکعت سوره توحید را قرائت کردند. سوره توحید کدام سوره است؟ سوره توحید سوره اخلاص است. همین قل هو الله احد یکی از نامهاش التوحید است، خیلی که در حدیث صحیح وارد شده است. سوره اخلاص هم نامش الاخلاص است هم التوحید است. و این چنین سوره قل یا ایها الکافرون رو هم التوحید میگفتند. سبحان الله. اولین آیه سوره اخلاص رو نظر بکنید. الله چی میگه؟ میگه قل هو الله احد. بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم الله احد است، یکتاست، تنهاست، صفتش یگانه است و ویتر است. ویتر این صفت الله سبحانه و تعالی، یعنی تنها، طاقه. انمین احد از التوحید گرفته شده است. احد، توحید، این همه اش کلمه هایی که از یک ریشه به وجود آمده است. بارک الله فیکم.
و در آیت دیگر در سوره بقره نظر بکنید 163 که الله سبحانه و تعالی میگه و الهکم اله واحد واحد لا اله الا هو. اله شما یعنی همون ذاتی که شما میپرستید و یگانه است، یعنی معبود شما. اله یعنی یک ذاتی که عبادت کرده میشد، به سوی او سجده کرده میشد و عبادت ها را انجام داده میشد. اله شما یعنی معبود شما، این اله یگانه است، واحد است. الله در اینجا کلمه واحد را استفاده بود. واحد، التوحید، موحد، اینا ریشش همش یک چیز است، توحید است. لا اله الا هو، نیست معبود بجز او، معبود یگانه الله هست که ما باید به او عبادت را انجام بدهیم، به او شکسته باشیم، به او رکوع بکنیم، به او بخیزیم و به او سجده بکنیم و به او توکل بکنیم و از او بترسیم و به او محبت داشته باشیم که دیگر این عبادت ها را به کسی دیگر انجام ندهیم. در سوره نساء 171 میگوید انما الله اله واحد، البته الله این معبودی یگانه است. در سوره مائده 73 کلمه یگانه را استفاده و ما من اله الا اله واحد، یگان معبود نیست بجز معبود یگانه که این الله است. در سوره الصافات آیت 4 میگه ان الهکم لواحد، البته معبود شما، اله شما این حتما و حتما، لا یعنی حتما یکتاست. سوره صاد آیت 5 میگه اجعل الالهه اله واحده، این قصه مشرکین بود. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشرکین را دعوت میکردند به سوی لا اله الا الله، الله یگانه، به سوی شهادتین لا اله الا الله محمد رسول الله، مشرکین در تعجب میموندند و میگفتند که ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا معبود را تو معبود یگانه قرار میدی؟ یعنی اله را میگویی که فقط یک تا اله است، یک تا معبود است، فقط ما یک تا تنها یک ذات عبادت کنیم؟ مشرکین که بسیار اله ها داشتند، مشرکین که چند هیکل ها را همچون اله خود عبادت میکردند، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و اونها را دعوت کردند که تنها یک ذات یگانه را عبادت کنید، اونها همین سوال را دادند اجعل الالهه اله واحده، آیا معبود را معبود تنها قرار میدی؟ یعنی مشرکین معنای لا اله الا الله را فهمیدن که وقتی که انسان لا اله الا الله را به زبانش می آورد، قبول میکند، تصدیق میکند و مسلمان میشود، تمام نمود شرک را ترک میکند و اون موحد باید شود. برای همین ابو جهل و دیگر از مشرکین معنای لا اله الا الله را فهمیدن که این ترک بت پرستی است، ترک حکم غیر الله است، ترک نظام های شرکی هست، ترک عادت و عرف جاهلی هست و قائل شدن به اله معبود یگانه که الله هست و قائل شدن به حکم اوست. اونها از این دست کشیدن. برای همین ببینید که امروز صوفی ها میگن که لا اله الا الله ما فهمیدیم و شرک جایز است. میگن مشرک ها، بمانند صوفی های قبوری، بمانند جهمی ها، بمانند رافضه های مشرکین، اینها خودشون مسلمان میگن، باز شرک جایز میگن. ابو جهل از اینها بهتر بود، برای که ابو جهل لا اله الا الله فهمید که شرک در درون لا اله الا الله وجود ندارد. وقتی که لا اله الا الله گفتی ناممکن است که تو شرک بجا آوری. ابو جهل همین فهمید، همین سخن پیامبر فهمید که لا اله الا الله گویی تمام است، تو یک تنها یگانه باید الله عبادت کنی. برای همین یک بار دیگر به پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال داد اجعل الالهه اله واحده، آیا تو معبود رو تنها قرار میدی، یکتا، دیگر هیچ چیزی نیست؟ بله، دیگر هیچ چیزی نیست، فقط یکتا الله است. بعد از این دست کشید، گفت ما نمیتوانیم. اما امروز صوفی ها دین اسلام را، قبوری ها یا رافضه ها یا بعضی از ببینید حزبی های زمانوی ها، اینها را ما میگیم عصرانی ها، زمانوی ها، که امروز شرک را اسلام نامیده شدن، یا که میخوان که اسلامی نو به وجود دارن. نام اسلامشون دموکراتیکسکی اسلام، اسلامی دموکراتیا، یعنی اسلامی که در درونش همه چیز
جایز است. اسلامی که در درونش مرد به مرد بازی کردن و خانه‌دار شدن جایز است. اسلامی که در درونش اعوذ بالله زن به زن، اسلامی که در درونش به حیوان خانه‌دار شدن یک زن جایز است. اسلامی که در اون اسلامشون سبحان الله دینی که در اون دین ساخته اشون تمام دین ها میگه جایز است. یعنی خواهی تو کمونیست بشو، خواهی لیبرالی شو، خواهی سبحان الله ملحد شو، خواهی یهود و مشرک شو، چیزی خواهی بشو، خواهی آتش پرست شو، سبحان الله. امروز هستن همون خیلی انسان ها، بله آشکار صحبت میکند. همین حزب هایی که هست همینا است. همین حزب نهضت هم روز 28 ایونی سال 2019 در همین سال عیناً گفت ما میخواهیم اسلام دموکراتی را، یعنی به زبان روسی گفت دموکراتیسکی اسلام. باور کنید این سخن را ابو جهل گفته نتوانسته بود. ابو جهل فقط رد کرده بود، گفته بود من قبول کرده نمیتوانم اسلام تو را ای محمد صلی الله علیه و سلم، برای اینکه وقتی که من اسلام تو را قبول کردم باید تمام این عرف عادتم، تمامی بگویم یعنی جاهلیتم، تمام این قانونهای دموکراتیم، تمام این شرکام رو باید ترک کنم. از همین جهت نتوانست. اما امروز یک ایده می آیند اسلام رو میخواهند که به دیگر نمود به دین ابو جهل برگردانند. البته این ناممکن است. از همین جهت اهل توحید شما باید کوشا باشید، دینتون آموزید و دیگر رو رسانید. سبحان الله در سوره غافر آیت 12 میبینید که اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشرک به تؤمنوا. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که زمانی که تنها الله یگانه ندا کرده شد و دعا کرده شد کفر ورزیدید و زمانی که به الله شرک ورزیده شد ایمان آوردید. یعنی یک ایده از مردم هستند که شرک را قبول میکنند و توحید را رد میکنند. بله این رو الله سبحانه و تعالی خودش خبر داده است که یک ایده مردم هستند که به سوی الله وقتی که دعوت کرده شود یا در نزدشون الله دعوت کرده شود، حکم الله بیان کرده شود، کفر می‌ورزند و رد میکنند و انکار میکنند. اما وقتی که به الله شرک قرار داده شود، به سوی شرک دعوت کرده شود، ایمان میآورند و این سخنها را قبول میکنند. والله اینها را ما به چشممون امروز هم میبینیم و اینها بودند و هستند و میمانند. در سوره غافر آیه 12 محل شاهد وحده، در اینجا الله سبحانه و تعالی کلمه وحده یگانه را استفاده برد که این هم توحید را بیان میکند. الله سبحانه و تعالی در سوره یوسف آیه 39 میگه ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا ربها الههای جداگانه برای شما خوب است یا که الله یگانه قهار خوب است؟ البته الله واحد یکتا و تنها برای ما خوب است. بارک الله فیکم. اینجا استفهام نه من باب اقرار بلکه استفهام انکاری است. یعنی الله انکار میکند دیگر الههای باطل را و اثبات میکند که اله معبود یگانه این یکتا است و تنها است و واحد است و احد است. این دلالت میکند که ما باید موحد باشیم و توحید را آموزیم. و در سوره اعراف 17 الله سبحانه و تعالی باز قصه مشرکین را نقل میکند. مشرکین وقتی که دعوت پیامبر را شنیدند مقصد پیامبر را فهمیدند. از همین جهت بار دیگر از پیامبر پرسیدند که قالو، یعنی گفتند که ها مشرکا به کی؟ به پیامبر. مشرکا به پیامبر گفتند اجئتنا لنعبد الله وحده. ای محمد آیا تو آمدی که ما را دعوت بکنی که تنها یگانه الله را وحده یکتا و تنها الله را عبادت کنیم و نذر ما کان یعبد آباؤنا و ترک بکنیم همه اون یعنی الهایی که پدرهای ما پیش از ما میکردند، یعنی همه اون الهایی که پدرهای ما همون الههای باطل را عبادت میکردند آمدی که همونها را ما ترک کنیم؟ به عباره دیگر مشرکا به پیامبر سوال آشکار میداد، میگه که ای محمد مقصد تو این است که صلی الله علیه و سلم مقصد تو این است که ما یگانه الله را عبادت کنیم و دیگر این خداهایی که الهایی که پدران ما عبادت کردن اینها رو ترک کنیم؟ بله مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم همین بود. این مقصد قرآن است و این مقصد الله سبحانه و تعالی است که تمام بنده ها تمام الههای باطلی که پدرهاش قومهاش میپرستید ترک کند و تنها الله را عبادت کند. عبادت الله تنها به سجده و رکوع زکات نیست. عبادت کند الله را هم در عبادت، یعنی هم در رکوع و سجود. عبادت اسم بزرگ است. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من اعمال و اقوال و افعال.
ибодат исми ҷамъ аст. ҳамаи он чизе ки Аллоҳ дӯст медорад ин ибодат аст. аз сухан кардан, аз амал, аз феъл. рукӯъу суҷуд, дуо кардан ҳамаш ибодат аст. ва ҳам тавҳиди рубубият ҳукм ва ҳам дар асмо ва сифот, ҳам дар тавҳиди мутобиат бояд мо Аллоҳро ибодат бикунем. бубинед ки мушрикин чӣ гуна фаҳмиданд. мушрикин фаҳмиданд, баъзе онҳо қабул карданд. яъне вақте ки дар замони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам як мушрик мусалмон мешуд, маънояш куркурона набуд. хайр ла илаҳаиллаллоҳ мегӯям медаром тамом аст. Не, ин хеле набуд. онҳо ла илаҳаиллаллоҳро пеш аз гуфтан 100% фаҳмида буданд маънои ла илаҳа illallоҳро. вақте ки маънои ла илаҳа illallоҳро фаҳмиданд, ҳамчунин суолҳо омад. бубинед сураи Сод ояти 5 аҷъала алалиҳата илаҳан ваҳида, яъне илоҳ ягона аст. фаҳмиданд. дигар илоҳҳо ҳамеша инкор мекунад. низоми дигар илоҳҳо ҷоҳилията, тамоми ин куфриёту ширкиёта бояд тарк кунад. ва ин илоҳҳои ботиле ки падарбузургаш мепарасид, инҳоро бояд тарк кунад. ҳамаи инҳоро мушрикин фаҳмида мусалмон мешуданд. мусалмони ҳақиқӣ мешуданд. баракаллоҳу фикум. дар сураи ғофир Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ояти 84 ин имоновардагонро сифаташонро нақл мекунад ва мегӯяд ки қалу аманна биллаҳи ваҳда. гуфтанд киҳо? муъминин гуфтанд ки аманна биллаҳи ваҳда, имон овардем ба Аллоҳ ягона. ба Аллоҳ ягона имон овардем, яъне муваҳҳид шудем. муваҳҳид, ман муваҳҳидам иншоаллоҳ, яъне ман муваҳҳидам гуфтан, яъне ман Аллоҳро ягона қарор медиҳам, Аллоҳро якто мешиносам. тавҳид рубубият, улуҳият, асмо ва сифот, тавҳиди мутобиат, ҳокимият, итоат, муҳаббат, таваккул, дар ҳама ҷониби ибодат ман Аллоҳро, дар ҳама ҷониби тавҳид Аллоҳро ягона қарор медиҳам, муваҳҳид ҳастам. ва кафарна, ва куфр варзидем ба ҳамаи он чизҳое ки ба Аллоҳ шарик қарор дода мешаванд. яъне бубинед ки ҳамон вақт инсон муъмин мешудааст ки ба Аллоҳ ягона имон биоварад, муваҳҳид бишавад ва ширкро тарк бикунад ва куфр ба ширку мушрикин варзад ва мушрикинро такфир бикунад. ва дар сураи субҳаналлоҳ Зумар ояти 45 ҳам омадааст ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала мегӯяд ва иза зукира аллазина ваҳдаҳу шмаъаззат қулубу аллазина ла юъминуна билахира ва иза зукира аллазина мин дуниҳи иза ҳум ястабширун. замоне ки Аллоҳи ягонаро ваҳда бубинед, Аллоҳи ягонаро зикр карда мешавад, қалбҳои мунофиқину мушрикину душманони Аллоҳ ба дард меояд, ғамгин мешавад, месӯзад. ва замоне ки яъне ғайри Аллоҳ, суханҳои ғайри Аллоҳ, ба сӯи ғайри Аллоҳ сухан карда мешавад, боз онҳо хурсанд мешаванд. пас бубинед, вақте ки ба сӯи тавҳид даъват карда шавад, аз шунидани калимаи тавҳид, аз шунидаи калимаи муваҳҳид, аз шунидани калимаи субҳаналлоҳ Аллоҳу танҳо, аз шунидани калимаи ваҳдаҳу, ваҳда, ваҳид, аҳад, субҳаналлоҳ, аз шунидани калимаи тавҳид дилаш ғамгин шавад, ин суханро қабул карда натавонад, баъзе ҷузъияташро рад бикунад, донед ки ин имон ба рӯзи охират наовардааст. ё ки вақте ки мебинед ки як инсон хушнуду хурсанд мешавад аз шунидани ғайри Аллоҳ, аз шунидани субҳаналлоҳ итоати ғайри Аллоҳ, ибодати ғайри Аллоҳ, аз қабрпарастиву авлиёпарастиву инсонпарастӣ, аз шунидани ҳукми Аллоҳ, аз татбиқи ҳукми Аллоҳ, аз итоати ҳукми Аллоҳ, аз иродаи ҳукми, аз татбиқи ҳукми ғайри Аллоҳ бигӯем, аз татбиқи ҳукми ғайри Аллоҳ, аз субҳаналлоҳ иродаи ҳукми ғайри Аллоҳро мехоҳад ва хурсанд мешавад аз ҳукми ғайри Аллоҳ, ҳамун ҳукми ғайри Аллоҳро дифоъ мекунад, донед ки ин дар ҳақиқат имон ба рӯзи охират навардааст. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло дар сураи Нисо ояти 171 мегӯяд: «Вала тақулу саласа», эй муъминин, шумо саласаро нагӯед, яъне илоҳ, маъбуд сето нагӯед. ин салибе ки имрӯз ин субҳаналлоҳ ба ҳама қисмояш аҳли китоб, насоро, ба шумо христиан маъруфтар аст, христиан мекунад, католик, урсузукс, праслав, ин мушрикинро шумо рад бикунед, ин суханҳоро нагӯед. интаҳу хайран лакум, бас кунед, эй аҳли китоб, эй мушрикин, ин сухани зиштро бас кунед дар ҳаққи Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло. Инчунин сухан накунед ки Аллоҳ сето асту, аъуду биллаҳ, ин асту он аст. балки иннамаллоҳу илаҳу ваҳид,
بلکه الله این معبود و الهی یکتاست و تنهاست، بی‌نظیر است و بی‌مثیل است، واحد است. ببینید کلمه واحد رو استفاده بود. و در سوره انعام آیه 19 هم میگه قل انما هو اله واحد، بگو ای محمد که هر آینه البته او معبود یگانه است، یعنی الله، و اننی بریء مما یشرکون، و من براءت خودم رو اعلان میکنم از آن چیزی که شما شرک رو قرار میدید. یعنی عین توحید رو الله سبحانه و تعالی نقل میکرد. ما در این یک چند آیات های زیاد به شما بیان کردیم که در هر یک آیت کلمه واحد، احد ذکر شده است. الله در بعض این کلمه ها لا، حتما رو، و در بعضش انما رو استفاده برده است، یعنی صیغه تأکید رو باز استفاده برده است. همه این کلمه ها بیان کننده معنای توحید، یکی از هم معناها بگویم یا که از همون کلمه توحید به وجود آمده است، بیان کننده کلمه توحید است. کلمه توحید، احد، واحد همش یک ریشه دارد. بارک الله فیکم. پس در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم کلمه واحد، احد، توحید به وجود آمده است. اولا کلمه توحید را ما به شما ذکر میکنیم. قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت یک از صحابگان عمرو رضی الله عنه که امام احمد در مسندشان روایت میکنند، این حدیث رو در مسندشان امام احمد روایت میکنند و البانی صحیح میشمارند در سلسله صحیحه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابهشان عمرو میگویند که اما ابوک، اما میگن پدرت، ولو کان اقر بالتوحید و تصدقت عنه نفعه ذلك، اگر پدرت، اما پدرت اگر توحید رو اقرار میکرد و شرک رو ترک میکرد و تصدیق میکرد، توحید رو دفاع میکرد، توحید رو، این توحید به وی منفعت میبخشید، یعنی در روز قیامت از عذاب الله نجات میداد، به جنت میبرد، به مکافات اهل توحید که بهشت است به جنت داخل میکرد. ببینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه کلمه التوحید رو استفاده برده شدند. این کلمه سبحان الله نصوصی است، یعنی کلمه التوحید در قرآن و سنت ذکر شده است. در قرآن معنایش التوحید معنایش که واحد و احد است، از همین کلمه گرفته شده ذکر شده است، و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کلمه التوحید ذکر شده است. یعنی کسی که توحید رو اقرار کند، تصدیق کند، عمل کند. اقرار به معناش این که اقرار و تصدیق معناش این که عمل کند، عملا اجرا کند، خودش موحد کند، در حقیقت به او توحید منفعت میبخشد. پس ببینید که چگونه کلمه توحید رو استفاده برده شدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس این کلمه سنتی هست، این کلمه بدعتی نیست. هر کسی که مخالف این کلمه میبرد دانید که از اهل بدعت است، یک باره این کارش کنید. و روایت دوم که جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنند که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرائت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوره اخلاص و سوره مثلا قل یا ایها الکافرون را، سوره قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون را توحید مینامیدند. خیلی که اومده است عن جابر رضی الله عنه قال وقرأ فيهما بالتوحید، یعنی وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حج کردند و در مقام ابراهیم، در پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز سنتی که باید خونده شد خواندند، در اون دو رکعت، در رکعت اول و در رکعت دوم به سوره توحید قرائت کردند. التوحید آمده است، یعنی قل هو الله، قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد. این حدیثی است، امام داوود روایت میکنند. بارک الله فیکم. آشکار آمده است که سوره اخلاص این سوره التوحید نامیده میشد و سوره اخلاص نامیده میشد. و در حدیث دیگری که امام مسلم روایت میکنند از جابر رضی الله عنه روایت شده است که در صفت حجة الوداع سخن میکنند و میگن فأهل بالتوحید لبیک اللهم، فأهل بالتوحید لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک لبیک لا شریک لك. پس اهل توحید در حج همین دعا رو میگن لبیک اللهم لبیک، لبیک بله بله ای الهی من، ای معبودی من، تو را لبیک میگویم، تو را اقرار میکنم، بله به حکمهایت
من عمل میکنم، اقرار میکنم تو شریکی نداری، تو تنهایی، این رو میگن که یعنی التوحید. در اینجا هم اهل توحید گویان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر کردند. و این چنین در حدیث هایی که پیش گذشته بود، حدیث عبدالله بن عمر که امام بخاری و مسلم حدیث متفق علیه روایت میکردند، و حدیث قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت معاذ وقتی که به یمن فرستادند که امام بخاری روایت میکنند، یا تفسیر ابن عباس رضی الله عنه در زیر آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سبحان الله، سوره زاریات آیه 56. ما در حلقه گذشته هم کمی در بیان این آیت خطا کردیم، سوره مجادله گفتیم. برادران عزیز بخشش، این سوره الذاریات آیه 56 که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میگویند. ابن عباس میگن که من خلق نکردم انسان ها و جن ها رو، یعنی در زیر این آیت که الله سبحانه و تعالی میگه من خلق نکردم جن ها و انسان ها مگرم برای عبادت. ابن عباس میگن که معنای عبادت ای موحدون، یعنی مگرم به خاطر موحد شدن، مگرم به خاطر تحقیق توحید. من و شما برای این خلق شدیم که توحید رو تحقیق کنیم، موحد باشیم. بارک الله فیکم. امام بغوی میگن که در تفسیرشون کل ما ورد فی القرآن من العبادة فمعناها التوحید. هر یک سبحان الله کلمه عبادتی که در قرآن وارد شده است معناش توحید است. سبحان الله. پس ببینید که معنای این لا اله الا الله هم کلمه توحید نامیده شده است. لا اله الا الله این کلمه التوحید است. پس توحید در قرآن و در سنت وارد شده است. در حدیث صحیح آمده است که روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نزد سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه میگذشتند. سعد ابن ابی وقاص را دیدند که دو انگشتشون را برداشته، انگشت سبابه دست راست و انگشت سبابه دست چپ را برداشته، به دو انگشتشون دعا میکردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند احد احد، یکتا کن یکتا کن، تنها کن تنها کن، یعنی به یک انگشتت الله را اشاره کن. حتی در اشاره سبابه کردن گفتند فقط یک انگشتت را بردار. چه که این حدیث از طریق ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است. امام یعنی صحابه جلیل ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند و این حدیث رو احمد در مسندشون، ابو داود و ترمذی و نسائی در سننشون روایت کردند. حدیث صحیح است. پس بدانید که همه این سخنها دلالت میکند که توحید این مهمترین چیز در دین است. در قرآن و سنت از اول تا آخرش بیان اهل توحید است و حیات صحابه رضی الله عنهم این حیات توحیدی بود، تطبیق توحید، تحقیق توحید بود. و توحید این به قول است، به زبان است و به اعتقاد و قلب است و به عمل است. و بینگر که چگونه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سعد ابن وقاص توحید را قولا تعلیم دادند. گفتند احد احد، یگانه کن یگانه کن، الله را یگانه کن. و به عمل توحید را تحقیق کردند، به حکم الله، به عبادت الله، به اشاره سبابه که یگانه فقط یک انگشت را برداشتن. پس این همه اش دلیل های آشکار است، نصوص های قوی هست و آشکار است و ثابت است و قطعی هست، دلالت میکند که مصطلح التوحید این مصطلح سلفی هست و عبارت شرعی هست. التوحید عباره شرعی هست، این عباره بدعتی یا عباره نو پیدا شده نیست، بلکه این عباره التوحید عباره است که سبحان الله در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ریشه‌هایش و معنایش در قرآن عظیم الشان آمده است. و از سخنهای صحابگان از حدیث جابر ابن عبدالله روایت کردیم که این قرآن و التوحید در قرآن و سنت و در سخنهای سلف این امت وارد شده است. بارک الله فیکم. و این بود حلقه امروزه و باذن الله سبحانه و تعالی در روز آینده به شما ان شاء الله تعالی دیگر موضوع رو بیان میکنیم. یا که مختصرا بگویم این چنین علمای این امت، این چنین علمای این امت، علمای سلف نیست توحید رو استفاده میبردند. مثلا امام قتاده میگن به خاطرم رسید که یعنی در مسئله توحید میگن توحید این اساس است و رسول ارسلت بالاخلاص و التوحید، تمام رسولان فرستاده شدند با اخلاص و توحید، با توحید. ابن خزیمه رحمه الله یک کتابی می نوشتند که
نام کتابشان را فی الصفات و اسماء التوحید و اسماء و التوحید میمونند. سبحان الله. و ابن منده و ابن سریج و امام بخاری در صحیح کتاب بخاریشون، وقتی که کتاب صحیح بخاری رو میبینید، یک بابی رو میبینید یا کتابی رو میبینید که نامگذاری کردن کتاب التوحید. پس بارک الله فیکم، این التوحید عباره سلفی، عباره اهل سنت و الجماعت، عباره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استفاده برده اند می باشد و این رد به اون کسانی که این عباره رو قبول نمی کنند و اون کسانی که از این عباره می ترسند